دیگه تیریم بابا. 20 ساله به این مملکت زحمت میکشیم. ما ارزش نداریم مگذر ارزش نداریم ما. چی بکاره که ما بریم همینجا خود برادر همینجا شل شهید کنم با مفت مردم کار کنم. من همینجی زیاراتیه پیریه بیامدم اینجا قرار ملنگ شدم یکی بیای خیرات بده گزاره خود ما بشه. هنر ما به هنر برات هنر میرم. من دیگه سلام است که برات هنر برم. ارزش نمیدونم آدمه. گیلک ها آخه جوان سر تو با کجا ایما در به در دنبال تو میگردیم. برو تو معلوم هست با کجا اینجا چه کار میکنی؟ اینه آخه تو یک هنرمندی تو به این قبرستونی چه کار میکنی؟ 50 میلیون نفر خارج به دنبال تو میگردن تو حال اینجا بیامده بشیشتی. وای 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 آخه برارمه هم هنری که ارزش ندش چه کار کنم؟ من هنری که به می کشورهای خارج تماشا میکنم آلمان ما چون کجا ما به می کانال هراتبورگ بودم. خب به می کانال هراتبورگ فیلم بازی میکردم نمایشنامه بازی میکردیم دیگه برنامه بود گزارش بود. ما شما عزیز بعد رمضانی ماه بخیر بیایه که بخونم بگم رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان 30 روز میمانی مانه رمضان قوت ایمانی مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. قربان رمضان شم تو که این همه مردم دوست داری مردم هم طور مایم. آخه 100 میلیون نفیس درسته که من میبینم همین دیدن چه کار کنم؟ من به می هوا خنک زحمت میکشم. هرچی میگم بینندای عزیز همین کانال هراتبورگ کانال ما سابسکرایب کنیم لایک کنیم شیر کنیم همون زنگولگا که فشار دیم که حداقل همین زحمت ها محبته نشه. ما هم زحمت میکشیم مصرف میکنیم یکی به حرف ما نمیکنه سیل نمیکنم. خب گیلک جو بله اگر همین گپایی که تو زدی همین 100 میلیون جمعیت اگر همین کارهایی که گفتی لایک و سابسکرایب و شیر کن زنگوله فشابرده انجام بدن میری به هراتبورگ. آخه من سعی کتوم من نمیگم من مجبوری بیام آدم اینجا ملنگ شدم. خب میگم خیرات بدن کم گزاره زندگی خود من تنها باشه. وقتی که ما به می مردم 20 سال میشه زحمت میکشم میگم برادرای عزیز همین نگاه میکنیم خیر بینیم خونه اف بیار شما آباد نمایشنامه مار سریالا مار فیلم مار خوش داریم. ما هم به شما وعده میکنم که تا زنده باشم در خدمت شما باشم به کانال هراتبورگ. آفرین همینا لایک کنیم سابسکرایب کنیم شیر کنیم همون زنگولگا که بگردن بزغاله نیه همون هم فشار دیم تمام نمایشنامه ما با داخل امونه. خوبه قول میدم که همین مردم همون انجام همون کارهایی که نمیگی انجام بدن ولی تو هم به شرط به سر وعده خوب باشی دیگه اینجا نبینم تو میای به کانال چی؟ هراتبورگ. آفرین اونا معطل تونن. خب معطل من خواهم وعده میدم. قول میدم انا از شما وعده میگیرم بینندگان عزیز که همینطور که آمدیم دنبال گیلک شما وعده کنیم که همینطور که میگه سابسکرایب کنیم لایک کنیم همون زنگوله که چی گفتی؟ گردن بزغاله همون زنگوله رو فشار بدیم بفهمیدی گیلک جان؟ انا قول بده دیگه وعده. آخه من بگفتم میگم از این بعد ماه مبارک رمضان میشه میریم افطاری ساب میکنیم برنامه افطاری از این بعد ماه مبارک رمضان میشه میریم مثلا چی بگم دیگه؟ آخه گیلک جو مردم او دنیا تشنه همین وقتاین که بریم سر سفره مردم بریم ماه رمضانی که میفهمی سالش مزه داد. خب میگم مردم خارج تشنه همین کاراین بیا که وقت بریم یعنی وعده میدم قول میدم این بینندگان عزیز تو میبینن که به خاطر شما بینندگان عزیز بیامدیم اینجا همین گیلک جان میبریم که وعده بدیم همین کارهایی که گیلک جان گفت انجام بدیم اگر ندیم پس همین گیلک جان همین جا میرم پیاده میرم به هراتبورگ میرم پیاده بریم که همه معطل شدن بریم. یا خدا دست خوب بده آخ چشمتو بگردم بخیر یا جوان هی